4 چیز الله از بندگانش گرفته. خدایت 4 چیز رو از تو گرفته، حق نداری از این 4 چیز استفاده بکنی. اول، حق نداری از رحمت پروردگارت ناامید بشی. خدا ناامیدی رو از تو گرفته، اصلا اجازه برای تو نداده. تو حق نداری از رحمت خدایت ناامید بشی. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت پروردگار عالم ناامید نشوید. تو حق نداری. نگو من گناه کردم، نگو من معصیت کردم، رو ندارم به درگاه الله بیایم و بگم ای الله توبه میکنم و باز میگردم، این رو برای من نمانده، آبرو برای من نمانده. این اجازه را نداری، این حق را نداری. خدا برایت اجازه نمیدهد که از رحمتش ناامید بشی. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نشوید. حق نداری، اجازه نداری. دوم، اجازه نداری بندگان خدا را ناامید بکنی. همچنانچه که خودت اجازه نداری ناامید بشی، بندگان خدا را هم ناامید نکن. اگر روز جوانی دیدی که گناهکاره و معصیتکار هست، نگو تو را خدا نمی آمرزد، نگو تو بنده جهنمی، خدا تو را نمی آمرزد، خدا تو را نمی بخشد. بلکه اگر چنین شخصی را دیدید، پیام خدا را بسیش بفرستید که خدا میگه غافل الذنب و قابل التوب، این دروازه باز بر سوی تو بنده گناهکار. خدا میامرزه، خدا توبه ها را قبول میکند. حق نداری کسی را ناامید بکنی از رحمت پروردگار. هیچ عالمی، هیچ دعوتگری حق ندارد بندگان خدا را ناامید بکند. بگه که این دروازه باز هست، هر وقت که تو میخواهی بیایی دروازه باز هست. سوم، حق نداری کلید در توبه را به دست خود بگیری. خدا که در توبه را باز کرده، حق نداری که این در توبه را قفل کنی به سوی بندگان خدا. این حق را نداری. نگی تو بخشیده نمیشوی، تو خیلی گناه کردی، تو را خدا نمیپذیرد. تو کی هستی؟ من کی هستم؟ ما چه کاره هستیم؟ اللهی که دروازه خود را باز کرده به سوی بندگان، کسی نمیتواند این دروازه را ببندد. این دروازه الله باز کرده، آیا من بنده میتوانم ببندم؟ کار بندگان نیست، بازه. بگویید برای همه که این دروازه بازه، این دروازه بازه. هر وقت که تو میل کنی، الله سبحانه و تعالی توبه تو را میپذیر. حق نداریم بگیم دروازه توبه بسی تو بسته، تو خدا نمیامرزد. اگر دیدی یک جوانی گرفتار شراب نوشی و زنا کردن و امثال هم هست، نگوی جای تو جهنمه. این حق نداری. خدا این حق برای من تو نداده. برایش بگوی دروازه خدا باز هست. این دروازه برای همیش بازه تا زمانی که نفس به حلقوم برسه. بازگرد. خدا به انتظار توست. این حق را نداری. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه گناهان را الله میامرزد. انه هو الغفور الرحیم. خدایا دری که تو باز کردی، آیا میتوانند بندگانت قفل بزنن؟ این در را خدا باز کرده و این باز هست. هر وقت باز کردی میتوانی. چهارم، حق نداری گناهی که کردی او را افشا بکنی. حق نداری. اگر گناهی کردی، حق نداری گناه خود را آشکار بکنی. الله این حق را از تو گرفته. خدا میگه من ستار العیوبم. گناه کردی پیشاندم، گناه کردی حفظت کردم، گناه کردی صحتمندی و عافیت برایت دادم، گناه کردی پرده انداختم روی گناهت. چرا پرده‌ای که خدا روی
گناهت انداخته پرده خدا را برمیداری. حق نداری گناه خود را آشکار بکنی، چرا که خدا نمیخواد بندهش رنگ زرد شود، چرا که خدا نمیخواد آبروی بندهش بریزد. آبروی گناهکار پیش خدا ارزش دارد. خدایا تو خدایی، آبروی یک گناهکار پیش تو ارزش دارد. این آیه حدیث مبارکی که بزرگترین گناه کبیره گناهی که انسان انجام میده باز اون آشکار میکند. این برای گناهکاراست که خدا میگه آبروی گناهکار به نزد من خیلی ارزش دارد. این از پروردگار